خواستم در مورد پوشش‌های بیمه‌ای براتون در میون بذارم. چند وقت پیش من به یکی از افراد پیشنهاد بیمه آتش‌سوزی دادم. به من گفتش که من از شرکت بیمه راضی نیستم. دلیلش رو ازش پرسیدم که من منزلم رو بیمه آتش‌سوزی کردم و همینطور اساسیه‌ام رو. منتها تلویزیون از روی دیوار افتاد، زمین شکست و شرکت بیمه به من خسارت نداد. من به اون آقا توضیح دادم، گفتم که آیا این تلویزیون شما که شکسته شده بر اثر حادثه هایی هستش که شما در بیمه نامه لحاظ کردید؟ اسم بیمه نامه روش هست، بیمه آتش‌سوزی. اگر اساسیه شما بر اثر یکی از حادثه هایی که در بیمه نامه لحاظ شده، مثلا پوشش های اجباری که آتش‌سوزی سابقه انفجار هست، یا پوشش های اختیاری که مربوط به سیل و زلزله، باد و طوفان، برف و سنگینی برف هستش، خسارت ها به اون اساسیه شما پرداخت میشه. پوشش های عقد شده شما در بیمه نامه اگر اساسیه شما حادثه‌ای ببینن و دچار خسارت بشن، شرکت بیمه در قبال اون حادثه مسئول نیست و هیچ خسارتی رو پرداخت نمیکنه.